نظرم رسید، بریم ببینیم چی میشه. سلام دوست عزیز، حالتون خوبه؟ سلامتی. ما داریم یه چالش میگیریم، اینم دوربینمونه. بله. مشکل ندارید فیلم پخش بشه؟ اشکال نداره. میدونید که این روزا در شرایط جنگی بله متاسفم قرار داریم و امکان داره این جنگ حتی به زمینی هم کشیده بشه. بله. اگر که جنگ زمینی بشه شما حاضر هستید در جبهه حق علیه باطل شرکت این کنید؟ چه حرفی، ما که جون بیشتر اون انداره وطن میدیم بر. دمت گرم، درود به شرفت، رحمت به شیر پاکی که خوردی. ده حاج آقا امیرحسین، دانیال عمو، سلام علیکم. جوان براتون پیدا کردم، نورانی. به به. سلام علیکم. وقتت بخیر. حاج آقا لطف کنید اسم این دوست عزیز چه چهره نورانی. واقعا اسم اسم فامیل و کد ملی تو علی رضایی. علی رضایی. به به. کد ملی هم بگید. کد ملی. کد ملی برای چی؟ چیزی نیست، من حاج آقا توضیح کد میدم ملی. خدمتتون. خوشبختانه دوست عزیز خوشا به شما، سعادت. کاش ما سعادت شما رو نصیب واقعا، میشه. واقعا. دوستان ما فردا شما رو عازم میکنن به سمت اردوگاه، یه سری تدابیر امنیتی و نظامی برای حفظ جون خودتون کار با اسلحه اینا. از اونجا مستقیم هدایت میشید به سمت جنگ. انشاءالله با امید از خدا. همونجا مستقیم دربست شما رو میارن پشت خاکریزای دشمن. به سمت جبهه. کد ملی الان شما بگید دیگه. آقا من قلبم باتری داره، اشکالی کبدم نداره، اصلا خرابه. مهم نیست. خبر شما مهم لحظه نیست. ما آدم داشتیم یه دست یه پا هم نداشتیم، مهم نیست. شما شما کد ملی رو بگو وارثان دیگه تمومه. کد ملی تو بگو. آره، کد ملی رو بگو. سعادت نصیب هیچ هیچ کسی کس نمیشه. کاش کد ملی راجع رو بگو شما شما. بودیم. آره. کاش بگو کد کد ملی. ملی. آقا ولم. برادر